امروز میخوام بهتون نشون بدم که با تعویض بد موقع دنده گیربکس اتوماتیک چه آسیبایی میتونید به گیربکس ماشینتون بزنید. 3 مدل مختلف خودروی مرسدس بنز با مدل‌های متفاوت گیربکس داریم. یکیش گیربکس CVT یا همون سبک شهریه. 2 تای دیگه گیربکس‌های 7G ترونیک یا 7 سرعته اتومات هستن که به نسبت گیربکس CVT قوی تر عمل میکنن. من میخوام با رانندگی اشتباه و تعویض دنده اشتباه سعی کنم فشار به گیربکس بیارم و ببینیم که نتیجه این اشتباه چی میتونه باشه. فکر میکنم که با آکلس شروع کنیم بهتره، نه؟ آره اینو بذاریم اول. من با این شروع میکنم و بعدش بریم سراغ اون یکی ها. امتحان بکنم ببینم با سرعت 30 تا میتونم. نه میبینید اجازه به تعویض دنده نمیده. 20 گیر میکنه. 10 نمیذاره. پایین تر توی حالتی که فقط گیربکس درگیره فکر میکنم 7 کیلومتر باشه. رفت تو سرعت 70 دنده چه پی رفت. سرعت 70 تونست به ما اجازه داد که دنده رو توی پی بزنیم، ولی اون صدایی که شنیدید همون صدایی بود که موقعی که ترمز میخواد گیر بندازه گیربکسو که دیگه نچرخه. این توی طولانی مدت، حالا نه با یک بار نگاه کنید الان دوباره داره گیربکس کار میکنه، ولی توی طولانی مدت به گیربکس شما آسیب میزنه. بهترین کار برای اینی که از این آسیب جلوگیری بکنید اینه ماشین توی استاپ کامل باشه. شما تازه ترمز دستیتونم کشیده باشید و بعدش ماشین رو توی پی قرار بدین. این کمترین آسیبیه که میتونید به گیربکس اتوماتتون بزنید. اما اگر وقتی ماشین حتی توی 7 تا سرعت 5 کیلومتر سرعت داشته باشه شما دست دنده رو بخواید توی حالت پی قرار بدید میره، ولی دیدید صداشو شنیدید دیگه. امیدوارم صداش توی دوربین افتاده باشه. یه بار دیگه میشه امتحان کرد؟ آره به ذره رد بشم چون چه خطرناکه. خب میشه من امتحان کنم الان؟ آره بذار من سرعتم بیارم پایین. 10 تا 7 نمیره جواب. وایسا کمتر بشه سرعتم. استاپ کامل شد الان استاپ کامل شد، یعنی اون قفله توی اون چرخ دنده افتاد. بریم که مردم پشتمون. ولی میخواستم بهتون اینو فقط نشون بدم که شما با تکرار این کار میتونید آسیب خیلی زیادی به گیربکستون بزنید. بهترین روشش هم بهتون گفتم اینه که استاپ کامل بکنید، ترمز دستتون رو بکشین و بعدش دست دنده رو توی حالت پی قرار بدید. عالیه. ولی نگاه کن اینجا زده که خیلی فکشتات افسوخون، یعنی برید به تعمیرگاه گیربکس رو نشون بدید و اینا. هم ریخته شده گیربکس. میگم الان حالا با 1-2 بار یا حتی 10 بار امکان نداره که گیربکس متلاشی شه یا خراب بشه، ولی اگه شما همیشه عادت داشته باشید ماشین در حال حرکت باشه بذارین توی پی، واقعا بعد یه مدت دیگه گیربکستون به مشکل میخوره و یه هزینه سنگینی رو باید بابت تعویض یا تعمیر گیربکستون بکنه. الان میخوام با این یکی ماشین امتحان بکنم. دست دنده این ماشین شیفترش پشت فرمونه، الان توی حالت دی هستش. حالا من دارم میرم، میخوام یهو ماشین رو بذارم روی پی. سرعتم الان 60. با فشار دادن این دکمه باید ماشین بره توی حالت پارک. نگاه کنید اصلا عمل نمیکنه. درسته؟ تعویض دنده انجام میشه چون ماشین داره رو به رو میاد ترجیح میدم که اینو رد کنم. خب بیا روی N میره ولی روی R
نمیره. نگاه کنید من مجددا ماشین رو روی حالت دی برگردوندم. حالا آخر همه این کلیپ ها بهتون میگم چی دست به دست هم میده که اجازه نمیده این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه خیلی میتونه برای موتور و سرنشینان خطرناک باشه. اگر شما دارین مثلا با یه سرعت حتی 30 کیلومتر 20 کیلومتر رانندگی میکنی، اصلا اشتباهی دستت بخوره اینجا ماشین یهو بره توی پی و چه تبعاتی میتونه داشته باشه. ببین الان با سرعت کمه من یهو میذارم تو پی، دیدی چه صدایی میده؟ الان میخوام این کلاسه رو امتحان بکنم. داریم میریم سمت اونجایی که قراره ماشین رو تست بکنم. با سرعت کم میشه تست کرد. بذار سرعت رو کم بکنم. 20 کمتر. بذار برم یه ذره صاف بشه. خب الان میخوام با یه سرعت کمتر این کارو بکنم. تقریبا دیدی؟ این اتفاق میفته و نگاه کن تمام وزن ماشین رو باید یه قفل خیلی کوچولو گیربکس تحمل بکنه و ماشین رو نگه داره. حالا ما الان گذاشتیم که ماشین رو نگه داره ولی شما باید ترمز بکنی، اصلا نذاری این اتفاق براش بیفته. من میخوام بهتون نشون بدم این صدایی که میشنوین از گیربکسه و این یعنی این که داره گیربکس بهش فشار میاد و نباید این کارو بکنی. براتون این قسمت رو باز میکنم بهتون نشون میدم که اگر موقع حرکت خودرو شما یک دنده رو توی پی قرار بدید دقیقا کجای گیربکس آسیب میبینه. من این صفحه رو جدا میکنم تا بهتون نشون بدم قسمت اصلی داستان. وقتی شما توی حرکت ماشین رو یکو توی دنده پی قرار میدید این اون چرخ دنده‌ایه که قراره آسیب ببینه. این کله چکشی رو میبینید؟ من این سلکتور دنده رو میذارم یکو توی حالت پی، الان توی حالت پی قرار گرفته. نگاه کن موقعی که ماشین ایستایی کامل داشته باشه این به راحتی میاد میره اینجا جا میگیره، ولی وقتی شما در حین حرکت و این چرخنده هنوز داره حرکت میکنه یکهو برگردید با فشار اینو بزنید این کله چکشی ممکنه برخورد کنه به لبه های این چرخنده و رفته رفته درسته که فولاد آب دیده است، درسته که مقاومت بالایی داره ولی باعث آسیب به گیربکستون میشه. یه دور دیگه با سلکتور نشون بدم. این سلکتوریه که وصل به دست دنده داخلی ماشین. این حالت پیه. وقتی این در حالت دوران باشه من اینو یهو بخوام فشار بدم داخل، خب بالاخره یه برخوردایی توی قسمتایی که نباید انجام میگیره و باعث نابودی این صفحه میشه.